تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. زن و آینه. آینه در جای همیشگیش روی دیواری گلنداوه پهلوی تختمان در مقابل رخت خواب آنها استوار می ایستاد. آسوده به آینه چنان می نگریست که گویا تنها در جایش بودن یا نبودن آن را دانستن می خواست و بس. بعد از تیریزه به بیرون نیم نظری روی حولی را خالی دید و نزدی آینه آمد. به عکسی در آینه به انگشت اشارت تهدید کنان این بیت ها را خواند: سبزینه زنک عجب زنی عیاری، افسون کردی ها عقیده کردم ماری. شیطان نبود مثل تو در مکاری، گندم گویما زمین جف مکاری. تبسم در لبانش گل کرد، چینی ناعیان گوشه لبش یازید و نمایان گشت. پهلوی آن باز یک چینی دیگر پیدا شد. چینی سوم چون نیشی زنبور لرزان و حیران یک سیاهی کرد و نابوقت آمدنش را پی برد که غیب زد. تبسم از لبانی آسوده گریخت، اما دو چین باقی ماند. گویا آنها قبلا نیز بودند و او نمیدید. هرچند روز 2-3 بار یا زیادتر از این به آینه می نگریست. این چون اثری گذشتی وقت بود و وی از تبسمی زیاد کردن دانست. هرچند خود را با همین تسلا داد، روزی دراز طبعش خیره گشت و دیگر به آینه ننگریست. تعجب کرد که خواهشی به آینه نگریستن نیز در دلش رو نزد. برای وی که به قول شوهرش بکیشی آینه پرستی مامایش گرویده بود، این غرین چشم داشت نمود. مامایش آینه را از جمله مقدسات چون آب، آتش، آرد می شمرد. هر سحر از خواب خیسته پیش از همه کار به آینه می نگریست و می گفت که خاصیتی خوب دارد. روز خوب می گذرد. اگر به جای می رفت آینه قفل کردهش را همراه می گرفت، برار می آرد. راه بی خطر می گردد. شب و هیچگاه به آینه نمی نگریست. خاصیت ندارد، ریسک کم می شود. و این نوعروسان را تاکید می کرد که شبی مراد قبل از کلی کارها به آینه نگرند. زندگیتان چون آینه روشن و تازه می شود. اگر در ده ماتمی می شد، وی برای بیگانه 7 روز خیش دور، 20 روز خیش نزدیک، 40 روز به آینه نگاه نمی کرد. گناه است. و دوشیزه ها را همیشه تاکید می کرد که زینها شبانه با آینه ننگرند، وگرنه شوهر گیرند رقیب پیدا می کنند. خلاصی کلام، ماما با آینه مناسبت مخصوصی داشت که در دیگر پیرزنهای ده مشاهده نمی شد. و حتی پیش از مرگ خواهش کرد که در تابوتش آینه مانند. مامایش خلطچه مخملی داشت که رویش بنفشه زردوزی شده، اندرونش چون قطی عطار گویا همه چیز بود. انبانچه را دوست دیدن، چیزهایش را روی دامن ریختن، حلقه های کلانی به قول مادرش یک پودی را به گوش آویختن، خفه بندی عقیق را به گردن کردن، آویزه های موی را به کاکلان کوتاهش بستن، سرمه به چشم کشیدن،
بعد در آینچه قفلکدار خود را دیدن مشغولیتی خوش کرده ایام بچگیش بود. بعد وی همچون مامایش آینه پرست شد. وقتی پدرش از شهر آینه کلان در چارچوبی زرهلندود خریده آورد، این عیان گشت. وی روزی 5-6 بار خانه را خلوت یافته تا خمارش شکستن هر آینه اگر خود را زود زود در آینه نمیدید خماری می شد. به آینه می نگریست، حتی بار پنهانی از دیگران خاص از ماما شبانه به آینه نگریست. به همش خودی ماما گناهگار. وی را از این کار منع کرده به آتشی فضولیش روغن ریخت. حاکم چیه که در قعر دلش جنبیده کم کم رو زده، عضوهای اراده را اغوا انداخته، عقل سالم را در غفلت مانده، به این کار او را ره نمود. خیال به او چنین تافت که در آینه شخص دیگری را می‌بیند. از حیرت چشمانش بزرگ شدند. دلش ته نشست، درستر نگریست، خود را شناخت. هرچند آهی سبک کشید، یک گوشه دلش سیاهی گرفت. پشیمان شد. معتقد بود که آن یک لحظه در آینه عکس خود را نه، عکس رقیبش را دید. چند روز از خود و از آینه رنجیده گشت. بعد آن دیدی یک لحظه را فراموش کرد. امروز باز به یاد آورد و بناگاه در سری او فکر پیدا شد که بین او و آینه خصومت وجود دارد. آینه دیگر برایش یک دلبستگی یا نیازمندی زنان نیست، بلکه یک مخلوقی زنده است که میتواند آسایشی همه روزه او را خلل پذیر سازد. در دل او نسبت به آینه کلویش پیدا شد و نمیدانست این کلویش گذرنده یا جدی است. کیشی آینه پرستی او همین طور ظاهراً روئین و باطناً میسین بوده است، وگرنه اینقدر زود ریشهش نمی جنبید. اما خصومت بین او و آینه 2 روز پیش به هر حال حالا بازن چنین می نمود پیدا شد. 2 روز پیش آسوده آینه را از دیوار گرفته چنگش را تازه کردنی بود. چنگ چارچوبی زرهلی را به آسانی تازه کرد. برای آینه را تازه کردن لطه‌ای تر می بایست، ولی زن یا حوصله نداشت یا همین طور غیر اختیار برای آینه توف کرد و تازه کرد. همان وقت خیال به او چنین تافت که آینه بناگاه خیره گشت و عکس او گم شد. این همه در یک لحظه در یک طرفة العین به وقوع پیوست. از این روز زن آن را فریبی چشم دانست و اهمیت نداد. اما امروز آن رؤیاهای یک دمه زنده و روشن پیش نظرش می آمدند. دیگر آنها فریبی نظر و بافته خیال نمی نمودند، حقیقت اسرار انگیز و بیمناک می تافتند. آسوده را هیجان گرفت، تمام روز برای خود جای نشست نمی یافت. شب با او چنین نمود که از آینه کیمچی یا کیمکیه با او می نگرد. این رو وی با تمام وجودش احساس می کرد. خود را به تنی خوابیده شوهرش جفستر گرفت، اما از آن احساسی مغشوش رهایی نمی یافت. کیمچی یا کیمکی آینه به حرکتهای زن پیسخند می زد که این را نیز او با تمام وجودش پی می برد. قبلا نیز چیز به این مانند با او رخ داده بود. سبب صورتی رنگی خسورش بود که در پهلوی آینه اندرونی چارچوبی زرهلندوری دیگر می ایستاد. شبهای اولین نو عروسی با وی چنین می نمود که خسورش به قرابت جویی های عروس و داماد شاهد است. از این احساس صدمی که صورتی خسورش را در صندوق جهاز پنهان نکرد رها نیافت.
شوهرش چیزی را پی نبرد، یا شاید وی به این صورت آنقدر عادت کرده بود که از دیواری خالی نیز عکسی پدرش را میدید. روز دیگر آسوده باز آینه را سنجیدن خواست. وقتی که شوهرش نهار خورد و پی کارش رفت، وی باز نزد آینه آمد. به عکس خود نگریست. روی خود را چون پیشینه تر و تازه دید. حتی چینی دیروزه هموار شده، از آن فقط یک رخکی بزور به چشم تابنده باقی مانده بود و بس. یک نسیمکی تازه به جسمش وزید. طاقت نکرد و چون عادت زمزمه کرد: ای 9 دله و 10 دله، هر 10 یله کن. صراف وجود خود شو و خود سره کن. یک بیگه در آغوش محبت گیرمد. مقصودت حاصل نکنم بعد گیله کن. در نزد آینه پیش خود بیتگویی نیز به وی عادت شده بود. شوهرش پیش خود اول به بیتخانه زنش پروا نمی کرد. بعد به معنی بیتهای خانده وی دقت داده علاقه می شد. آسوده مین به تنها خانه را خلوت یافته به عکس خود نگریسته بیت می خوان و هیچ فهمیده نمی توانست که چرا چنین بیتهایی به قول شوهرش تهدار را زمزمه می کند. روزی دراز دیگر آسوده از آینه یاد نکرد، ولی همین که شب رسید و فکری خواب را دیدن لازم شد، باز به دلش شبهه ها راه یافتند. با هر احتیاط چشم شوهرش را خطا دید و روی آینه روی مالکی پرتافت. نیمه شب پسی روی مال کیم چیخل کشمکش سر شد. این از نگاهی نامعلوم کیم چی یا کیم که وهم آورتر بود. عربدهی پسی روی مال گاه پست می شد و گاه اوج می گرفت. آسوده یک گوشه کورپه را سخت گزید تا فریاد نکند و شوهرش بیدار نشود. بعد جنجالی پسی روی مال همون طوری که بناگاه آغاز یافته بود همان طور قطع گردید. خاموشی به میان آمد که در آن زن نفس کشی خود و شوهرش را بر علا می شنید. شوهرش نرم و هموار اما او سخت و ژرف نفس می گرفت. باورش نمی آمد که این طور زود و آسان از سحر آینه رها یافت. سنجیده به آینه نگریست. در پرتوی ماه شب 14 آینه در پس رویمال چون عروس در پس چادر از چشم فضولی پنهان و پر اسرار جلوه می کرد. نزدیکی صبحدم آسوده را کمی غنب برد و همانا ترسیده بیدار گشت. دروسرش نیم خواب و نیم بیدار احساس کرد که کسی او را از آستینش کشیده بیدار نمودن می خواهد. آسوده در تاریکی خانه چیز یا کسی آدم سراب را تشخیص داده نمی توانست، اما وجودی او را نزد خود روشن احساس می کرد. احساس می کرد که آن مخلوقی بسیار میده و سرد است، گویا از آینه فرامده باشد. محض همین فکر زن را بیدار و هوشیار کرد، اما ترس او را قوت جنبیدن و لام گفتن نمی داد. آسوده با کوشش زیاد فکر و ذکرش را از آینه و مخلوق آدم سراب کنده به دست راستش روانه کرد. اول پنجه ها، بعد خودی دست جنبیده قابل اداره شد. آسوده دست برداشت تا شوهرش را بیدار کند. میدهکی آدم سراب گویا انتظار همین حرکت بود که سوی آینه دوید. دیوار را چون مورچه قدم زنان برآمدن او را زن بر علا دید. مخلوقک پیش از آن که به آینه در آمده غیب زند، روی مالی بالای آینه را گرفته بر روی زن پرداخت. آسوده چرا زد. شوهرش بیدار شد و چی گپ شد؟ گویان چراغ را فروزان کرد. رنگ کنده روی زنش را دیده سیاهی پخش کرد. گویان سؤال داد. زن گاه به شوهر گاه به آینه می نگریست. روی آینه روی مال برقرار بود. آسوده از شرح این حال خود را عاجز دید و ها گفته
سؤال شوهرش را تصدیق نمود. شوهرش از ستیل 10 لیز به پیاله آب آورد و به وی نوشاند و چراغ را خاموش کردنی شد. آسوده نماند، او اطاعت کرد. صبح مرد تب برآوردن زن را دیده از پی آوردن دختر رفت. آسوده دشوار از جای خیست، آینه را از دیوار گرفت، باری هم به آن ننگریست، برد و به جری پسی خانهش پرداخت. آینه شو واستنان به آسوده نمود که چه راستنان به قهر جر زد و 1000 پاره شد. به آسوده نمود که خون از آن دریا مانند جاری شد. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتابی سرمدهی نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امام از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسف و انجام گفتار سیوم. شاد و موفق باشید.